سلام، به کانال فایننس بای فرمین خوش اومدین. توی این ویدیو قراره درباره یکی از بزرگترین تصورات اشتباه مردم حرف بزنیم. خیلی‌ها فکر میکنن برای سرمایه گذاری باید پول زیاد داشته باشی. تا وقتی پولدار نشدی نمیتونی سرمایه گذار باشی. اما واقعیت دقیقاً برعکسه. تقریباً همه آدمایی که الان سرمایه دار محسوب میشن از همون پولهای کوچیک شروع کردن. سرمایه گذاری یه مهارته، نه یه جایزه مخصوص پولدارها. و اگه درست انجامش بدی، حتی با مبالغ کم هم میتونی آینده مالیت رو بسازی. توی این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم چرا داشتن پول زیاد شرط شروع نیست. از چه روش‌هایی میتونی با پول کم شروع کنی؟ و مهمتر از همه چطور اون پول کم رو به یه سرمایه واقعی تبدیل کنی؟ بذار با یه سوال شروع کنیم. تا حالا چند بار به خودت گفتی من که پول ندارم، سرمایه گذاری به چه دردم میخوره؟ یا شاید گفتی وقتی درآمدم زیاد شد اون وقت شروع میکنم. این دقیقاً همون دام ذهنیه که خیلی‌ها توش میافتن. ما سرمایه گذاری رو اشتباه تعریف کردیم. فکر میکنیم یعنی خرید زمین، طلا، دلار یا سهام گرون قیمت. در حالی که سرمایه گذاری یعنی رشد دادن پول با هر مقدار. واقعیت اینه که پول زیاد سرمایه گذاری رو آسان‌تر نمی‌کنه. فقط اشتباهات رو بزرگتر میکنه. اما کسی که یاد میگیره چطور با 500,000 تومان درست رفتار کنه، میتونه با 50 میلیون تومان هم تصمیم درست بگیره. بذار یه مثال بزنم. فرض کن هر ماه 1 میلیون تومان کنار میگذاری. اگه اون پول رو فقط پس انداز کنی، بعد از 1 سال 12 میلیون داری. ولی اگه همون رو جایی بذاری که رشد کنه، مثلا در یه صندوق سرمایه گذاری با سود 25% سالانه، آخر سال حدود 15 میلیون تومان داری. یعنی 3 میلیون رشد بدون کار اضافه. فرقش تو اینه که در پس‌انداز پول ثابت میمونه. اما در سرمایه گذاری پول برات کار میکنه. این دقیقاً همون چیزیه که ثروتمندا خوب میفهمن. اونها دنبال کار بیشتر نیستن. دنبال کار کردن پولن. حالا برسیم به اصل ماجرا. چطور بدون پول زیاد سرمایه گذاری کنیم؟ روش اول، صندوق‌های سرمایه گذاری یا ETF ها. صندوق‌های سرمایه گذاری در واقع مثل یک گروه از متخصصا هستن که پول تو رو با پول بقیه جمع میکنن و در بازارهای مختلف سرمایه گذاری میکنن. تو لازم نیست تخصصی بلد باشی، فقط کافیه ماهانه مبلغ کوچیکی بذاری داخلش. مثلا 500,000 تومان. با رشد سالانه 20%، بعد از چند سال عدد قابل توجهی میسازی. نکته: صندوق‌ها دو نوع کلی دارن. صندوق‌های درآمد ثابت که ریسکشون پایین‌تره و صندوق‌های سهامی که بازده بالاتر و با نوسان دارن. برای شروع درآمد ثابت میتونه گزینه خوبی باشه.
روش دوم، خرید تدریجی طلا یا دارایی‌های واقعی. بسیاری فکر میکنن که باید یه سکه بخری تا طلا داشته باشی، در حالی که میتونی طلای گرمی یا صندوق طلا بخری. یعنی هر ماه 300 یا 500 هزار تومان. به مرور زمان با افزایش قیمت طلا، داراییت هم رشد میکنه. اینجا مهمترین اصل اینه، نه مقدار پول بلکه استمرار مهمه. روش سوم، سرمایه گذاری روی خودت. بله، شاید تکراری به نظر بیاد، اما حقیقت داره. اگر ماهی 1,000,000 تومان صرف یاد گرفتن مهارتی کنی که بعداً درآمدت رو بیشتر میکنه، مثلا یادگیری تولید محتوا، زبان یا نرم افزار حسابداری، در واقع داری روی پربازدهترین دارایی دنیا سرمایه گذاری میکنی، یعنی خودت. بهترین سرمایه گذاری ها همیشه مالی نیستن. گاهی دانشی که به دست میاری چند برابر پول برمیگردونه. روش چهارم، سرمایه گذاری خرد در کسب و کارهای کوچیک. فرض کن دوستی داری که کار تولید یا فروش کوچیکی انجام میده. با 1 یا 2 میلیون تومان میتونی شریک کوچیکی توی اون کسب و کار بشی. سودش شاید زیاد نباشه، ولی تجربهش ارزشمنده. از اونجا یاد میگیری جریان پول واقعی چطور کار میکنه. سه قانون طلایی سرمایه گذاری با پول کم. با مبلغ کم ولی منظم شروع کن. مهم نیست چقدر داری. مهم اینه که هر ماه ادامه بدی. حتی 200,000 تومان در ماه در طول 5 سال با سود مرکب میتونه به چند برابر تبدیل بشه. پولات رو پخش کن. همه تخم مرغات رو توی سبد نذار. بخشی در بانک، بخشی در صندوق و بخشی هم در مهارت‌های خودت. صبر کن و آموزش ببین. سرمایه گذاری دویدن نیست، ماراتونه. آدمایی که دنبال سود سریعن معمولاً سریعتر از همه ضرر میکنن. اشتباهات رایجی که معمولاً افراد دارن: دنبال سود بالا بدون درک ریسک رفتن، ورود بدون هدف، تقلید از بقیه بدون تحقیق، یا اینکه هر ماه میگن الان موقعش نیست و هیچ وقت شروع نمی‌کنن. واقعیت اینه که شرایط ایدئال هیچ وقت نمیرسه. شروع کوچیک بهتر از هیچ شروعیه. پس اگه بخوام همه چی رو در یه جمله خلاصه کنم، سرمایه گذاری از ذهن شروع میشه، نه از مقدار پول. یاد بگیر با پول کم شروع کن و بذار زمان کار خودش رو بکنه. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک کن و حتما عضو شو، چون هفته بعد قراره درباره موضوعات مهم و مفاهیم کلیدی بیشتری صحبت بکنیم. پس بهتره که همراه با هم در این مسیر باشیم.